واقعا هم نوای خوش و دلاشوب روح و جان را نوازش میکند و هر نفری که از صبح صادق به آن همین گونه نوازش های دلنشین گوش می‌نهد فکر میکنم در دوام روز طبعشان خوشحال و بولیده روح میگردد. و بیننده های عزیز، در این قسمت برنامه صبح تاجیکستان در مهمانی برنامه ما حضور دارند محمد ولی ارزوف. عالمان ثابت نمودند که توسط آن همین موسیقی میتوان که حالت روحی انسان را تغییر داد و حتی اصول تحت آهنگ دلنشین معالجه کردن بعضی بیماران را توصیه دادند. خب این صنعت بالا باز چه اسراری دارد؟ ما هنرمندان همه وقت کوشش میکنیم که یک ایجادیات خوب و یک آهنگای خوب ایجاد کنیم و این درست است و اون هر یک شخصی که سحر از خواب میخیزد از صبح صادق و اگر موسیقی خوبی گوش کند و همون روزی که هست در دوام روز تبش بریده و خوش میگردد و ما هنرمندان همه وقت کوشش میکنیم که بر همون شنونده های خود و هر بیننده های خود آهنگ های جذاب و دلنشین و موسیقی خوب ایجاد کنیم. موسیقی اصیل از دل آهنگساز با صد سوز و ساز بیرون می آید و البته که در قلب سامعان جایگزین می شود. آید به آن همین ایجاد نواهایی که نوبسته به دور و زمان و همان و دلپسند پیر و برنامه باشد، نظر شما چگونه است؟ سرود و موسیقی هایی که بودن جاویدانه تا حالا هستند و از طرف انا استاد آدین هاشیموف، استاد ظفر نازیموف و استاد عبدالعزیز و دیگر استادا که سراییده شدن در دل مردم تا حالا جایگیر است و ما هنرمندان پیوسته کوشش میکنیم که یک سرود و موسیقی نو خوب ایجاد کنیم که تا که جاویدانه باشد و ما هنرمندان پیوسته کوشش مینماییم که تا که آهنگ‌های نو، سرودهای نو ایجاد کنیم که در دل شنوندگان جای خود را داشته باشد. خب با چه دستاویز به برنامه صبح تلویزیون تاجیکستان تشریف آوردید؟ یک دستاویزی دارم که البته بهر بینندگان پیشنهاد میکنم.
بسیاری تشکر میگویم از شما برای اشتراک در برنامه صبح تاجیکستان، برای اینقدر نوازش های بسیار هم دلنشین و جذاب که بهر همین بیننده های عزیز ما پیشنهاد نمودید. بار دیگر خوش آمدید. بیننده های عزیز، یادآور میشویم که در مهمانی برنامه ما حضور داشتند هنرمند بسیار هم محبوب محمد ولی آرزویف. بخش های دیگر برنامه صبح تاجیکستان ادامه دارد. در ادامه ما را همراه باشید.